اگه همیشه خسته‌ای یا درد عضلانی مثل کمردرد و پادرد داری و کلی پزشکم رفتی ولی هنوز خوب نشدی، احتمال زیاد شما کمبود ویتامین دی داری. سلام. توی این ویدیو میخوام در رابطه با علائم کمبود ویتامین دی بگم که خیلی شایع هم هست و هم علائم شایع هم اصلا خود کمبود ویتامین دی شایع، یعنی هولوش 70-80% جامعه اگر نمونه بگیرن، آزمایش بگیرن ازشون، کمبود ویتامین دی دارن به دلایل مختلف و توی این ویدیو میخوایم علائمش رو بهتون بگیم که اگه شما احیانا این علائم رو دارین حتما یه آزمایش بدین و برطرفش کنین. خب بریم سراغ اولین نشانه‌ای که میخوام بهتون بگم در رابطه با کمبود ویتامین دی. اولین نشانه بحث بیماری هست. اگه خیلی زود به زود مریض میشید، یکی از علامش میتونه، یعنی یکی از عللاش میتونه بحث کمبود ویتامین دی باشه، یعنی زود به زود سرما میخورین یا حالا هر بیماری دیگه ای رو به صورت مکرر میگیرین، این میتونه نشانه کمبود ویتامین دی تو بدن شما باشه. یا یه علامت خیلی شایع دیگه بحث خستگی مداومه، اصلا همیشه بی‌حالن افراد. خب تحقیقات نشون داده که کسایی که کمبود ویتامین دی دارن هم این ویژگی رو دارن، یعنی همش خستن، حال ندارن، نمیتونن هیچ کاری رو انجام بدن. یا باز یک علائم شایع، یکی از علامت‌های شایع کمبود ویتامین دی که خیلی هم شایع است مثلا تو افراد مسن، بحث کمردرد، دردهای استخوانی، درد ستون فقرات، پا درد، حتی دند درد و کلا دردهای مختلف، همه جاشون درد میکنه به اصطلاح. و باز یکی از دلایل اصلیش میتونه بحث کمبود ویتامین دی باشه. نکته که حائز اهمیته اینه که کمبود کلسیم، یعنی اگر کلسیم و ویتامین دی اینا با هم جذب میشن و اگر ویتامین دی نباشه کلسیم هم نمیتونه جذب بشه. تو باور رایج مثلا یکی که پوکی استخوان داره یا حالا مشکلات استخوانی داره میگن که برو مثلا شیر و ماست اینا بخور، ولی تا وقتی که ویتامین دی افراد تامین نباشه، اون هر چی هم که کلسیم بخوره اون جذب کافی رو نداره و نمیتونه کامل تاثیرگذار باشه. اوکی؟ بریم سراغ مورد بعدی یا نشانه بعدی که میخوام بهتون بگم و اون بحث افسردگیه که باز همینم خیلی شایع هست. باز توی افراد مسن این شیوعش بیشتره و حتی نشون داده شده که کسایی که افسردگی‌های فصلی دارن توی فصل‌های مختلف حالا ممکنه افسردگی بگیرن، با مصرف ویتامین دی افسردگیشون میتونه برطرف بشه. اوکی؟ خب دلایل کمبود ویتامین دی خیلی میتونه متنوع باشه. اینکه مثلا زیر نور آفتاب نمیریم، مواد غذایی که شامل ویتامین دی هست رو نمیخوریم و کلی دلایل دیگه که اینا هم راهکار بهتون خواهم گفت. ولی بریم یه نشانه دیگه هم ببینیم که چه نشانه‌ای ممکنه داشته باشه کمبود ویتامین دی. بحث زخم‌ها هست. اگه زخماتون زود خوب نمیشه، یعنی به اصطلاح خیلی طول میکشه که یه زخمی توی بدنتون خوب بشه، این باز میتونه یکی از نشانه‌های کمبود ویتامین دی باشه، چون توی بهبود زخم هم تاثیرگذاره. یا بحث پوکی استخوانی که بهتون گفتم که حالا به همون بحث مصرف لبنیاته که اگه ویتامین دی در بدن وجود نداشته باشه و حالا استفاده نکنید، هرچی هم کلسیم بخورید فایده این نداره واسه یه بحث پوکی استخوان و مشکلات استخوانی. و یه مشکل رایج دیگه، کلا همه مشکلات توی جامعه ما خیلی رایجه و همچنین همون کمبود ویتامین دی هم خیلی رایجه. هولوش 70% کمبود ویتامین دی دارن توی جوامع بشری، حالا مخصوصا جامعه ما. بحث ریزش موه. ریزش مو ممکنه به علت استرس باشه، ممکنه حالا علل ژنتیکی و هورمونی داشته باشه، یا کمبود یه ماده مغذی و معدنی مثل ویتامین دی هم میتونه باعث ریزش مو بشه. و آخرین موردی که میخوام بهتون بگم بحث دردهای عضلانیه که مطالعات نشون داده 70% کسایی که دردهای عضلانی مزمن دارن اینا کمبود ویتامین دی هم داشتن. پس اگه میخواین یه زندگی سالم بدون درد و شاد داشته باشین، حتما باید ویتامین دی خودتون رو تامین کنید. اگر حالا مشکل خاصی، بیماری خاصی ندارید، میتونید ماهانه یک
یک قرص 50,000 ویتامین D3 مصرف کنید. ولی اگر احیانا مشکل خاص دیگه ای دارین، حالا من یک ویدیویی همینجا براتون میذارم که برین دوزهای مختلف مکمل‌ها رو ببینید و توی کپشن هم توی دیسکریپشن هم شما میتونید یک ویدیو ببینید که تو چه مواد غذایی، اگه میخواین مکمل مصرف نکنید، تو چه مواد غذایی ویتامین D خیلی زیاد هست که اونا رو مصرف کنید و این کمبود رو بتونید جبران کنید. آرزوی سلامتی میکنم براتون و خدا نگهدار.